سلام دوستان، حالتون چطوره؟ از خوب هست انشالله. دوستا این فیلم مال قدیم است، گرفته بودم سال تحویل چاینیزی هست. گفتم از شما به اشتراک بذارم که شما سعی کنیم لذت ببره. حالا آمدم داخل بودجه دوقلوی پتروناس در شهر کوالالامپور. اینا بچه ها سعی کنن دیگه مارکت ها جور کنن، لباس های چاینیزی ها سعی کنن، کلگی دیگه برای گردش و تفریح و خرید آمدن دیگه، مخصوصا چاینیزی ها چون سال نباشن هستیه کلشان آمدن برای خرید و بچه هم تو که سعی میکنن چه یک دیزاین های خوبی، چه یک فضای خوبی. حالا داخل بودجه دوقلوی پتروناس هستیم. اینجا که باز خلاص شد، باز یک راهی داره زیرزمینی به سمت پاویلیون، یک راه طولانی نیم ساعت 40 دقیقه راه داره دیگه. اونجا رو بریم با هم دیگه سعی میکنیم همراه ما باشیم، سعی کنیم اینجا دیگه آسا دیگه میریم سمت مرکز خرید پاویلیون. همه برندهای معروف دنیا، لباس، کتونی، همه چی در اونجا دکانهاشون هستیم. شیرینی سعی کنیم که چقدر مزه‌دار هست، خوشمزه هست. میگه دوست یواش بریم سمت مرکز خرید پاویلیون. دوستان این میان تقویم سال نمیشن از شروع کنم. میبینن چه یک دیزاین های خوبی کردن. چاینیزی ها که هستن بچه ها دیزاین نیره حرف ندارن، خوب هستن. اینجا هم هست بودجه پتروناس، یک راه دارم که گفتم. آمدیم میریم سمت مرکز خرید پاویلیون. بچه یک راه بسیار دراز و طولانی است. فکر کنم از بودجه پتروناس تا مرکز خرید پاویلیون یک نیم ساعت 40 دقیقه راه باشه. اکواریومش هست، اکواریوم زیرزمینی پتروناس. حالا ما چون دیر وقت آمدیم دیگه بسته است، سعی کنیم داره تمیزکاری میکنه، ولی تا یک قسمت راهش هم میریم براتون نشان بدیم بریدیشه. باز برمیگردیم دیگه میریم درهای ما ادامه بدیم، میریم سمت مرکز خرید پاویلیون. سعی کن بچه ها چقدر یک جای آرام بخش، دوست داشتنی یا مصرف بازی سگ بر بچه ها
چه یک جایی سعی کنین لذت ببرین بچه ها. بچه ها دیگه رسیدیم به مرکز خرید پاویلیون. همونطور که میبینیم سعی کنیم بخوایم چه یک جای خوبه، چه یک جای با کلاسه. دیگه مردم ها سعی کنیم بسای دستایشان دیگه کلشان خریداشون نکردن شبیهشان هست دیگه. سعی کنیم بچه ها مردم ها رو سعی کنیم شیشه ریلکس کردن، نان میخورن میگردن. در این مرکز خرید که هست بچه ها برنده های معروف دنیا بالانسیاگا، H&M و خیلی بسیاری از برنده در اینجا دکاناشون هستن، برنده هاشون هستن. ما هم دیگه یواش یواش یه میریم سمت ورودی پاویلیون. باز با هم دیگه سعی میکنیم چه یک جای خوبه جور کردن مخصوص سال نو چاینیزی ها. سعی کنیم باز بگن بچه دیگه در کامنت ها چه یک جایی هست. بچه ها لطفا مرم حمایت میکنین، سابسکرایب، لایک، کامنت یادتان نره. انرژی بگیرم براتون کلیپ های بیشتری براتون آماده کنم، به اشتراک بذارم. Teu toque tem frequência que meu corpo reconhece. Não fala, só vibra e o tempo esquece. Entre o som e a pele, nada é mentira. O mundo silencia e o beat respira. Entre o som e a pele, tudo acontece devagar. O desejo vira ritmo e o ritmo quer ficar. Entre o som e a pele, o toque é melodia. Sem palavra nenhuma, só sintonia. Só sintonia. بچه ها ما داخل مرکز خرید پاویلیون هستیم. همونچه که گفتم براتون جور کردن دیزاین کردن خود چاینیزی ها این اینجا سعی کنم چه یک دیزاین مقبول. کل جای قرمز هست. چقدر به این دیزاین زحمت کشیدم. سعی کنیم واقعا خیلی زحمت کشیدم. Teu
que sobra quando o grave encosta. A alma dobra entre o sonho e a pele, tudo acontece. دوستان از مرکز خرید پاویلیون آمدیم بیرون. حال دیگه آستا خیابونا رو میگردیم، سعی کنیم که چه جمعیتی آمدن، چقدر شلوغ است از خاطر سال نو چندیزی ها. ببین چقدر جمعیت آمدن. واقعا بچه ها مالزی در شبگردیش معروف است. اینجا که هست همیشه خیاموناش زنده است. کدوم مردم بیدار هستن، میگردن غذای خیابونی مالزی را تست میکنن، میخورن. سیگال همی صفحه سیگل برای غذای دونر فکر سوی چقدر صف کشیدن. باز بچه ها اینجا دپوچی چراغ سعی کنه چقدر مردم استاد شدن که چراغ سبز شد، باز مردم تیر شدن. یعنی بچه ها سعی کنن چراغ سبز شد، سعی کنن ماشاءالله جمعیت سعی کنن چه جمعیت آمدن ماشاءالله. سعی کنن کل جای روشن، شهر زنده، بیدار هستن. فکر کنم بچه نمیال ساعت 12 شب اینا باشه. Tudo acontece devagar, o desejo vira ritmo e o ritmo quer ficar.